آخرین مرحله نعوذ بالله تحقیر کردن ما و آخرین مرحله که ما را زبون بسازه، مغلوب بسازه، به باد مسخره بگیره، امی است که او در پیش روی ما و در مملکت ما و در محل و محیط ما کتاب الله تبارک و تعالی را در بده. احترام به این کتاب قائل نشوه. از این که دیگه موضوع ذلتبار نخواد در تاریخ موجود باشه. با پیغمبر علیه السلام مشرکین مکه دشمنی ها کردن، یهودی مدینه دشمنی ها کردن. در او زمان هم همچو اختلافات خیلی شدید در بین طایفه ها موجود بود، اما دست به سوختن قرآن یا به مسخره گرفتن قرآن نزده بودن. اما امروز امی مدعین دروغین، امی کسایی که میگن ما برای شما راحت میاریم، امی کسایی که میگن ما دفاع از حقوق مظلوم و مردم که توده های محروم از ازوا میکنیم، امی مردمی که لاف میزنه که ما از حقوق بشر دفاع میکنیم، این مردم امروز برای تقلیب تو، برای ذلیل ساختن تو، برای از اینکه تو حقیر نمایان شوی، امروز به این سردمدارا جای مرگ است. اصلا مسلمان تحقیر نکرده، قرآن از بین بردن نمیتونه. قرآن کتابی است که در سینه های میلیاردها نفوس جا داره. قرآن کتابی است که ضمانتش الله تبارک و تعالی کرده. ولی به تو جناب، به تو سردمدار، به تو کسی که میگه که ای آمده وطن ما را میسوزه، این تذلیل برای تو بود. در حقیقت تو را رسوا ساخت، تو را به این ملت آشنا ساخت. تو کلانه، تو سردمداره، تو که در دوره حکومتش استاد میشی، داد از وا میشنی که به نام نیروهای صلح، تو جنابی مجاهدی دیروز، تو جنابی وزیری دیروز، تو جنابی پارلمانی، تو را تحقیر کرده، تو را توهین کرده. کتاب آسمانی که تو سالا مبارزه داشتی برای ازی، امور تحقیر میکنه. ای در حقیقت تو را پیش مردم نمایان کرد که تو کدام آدم هستی، چهره تو را برای مردم معرفی کرد. او جناب که در پارلمان نشستی، در وزارت نشسته شورا داری، آن جناب که سر ملت حکومت میکنی، تو میدانی این دشمنای دیرین اسلام، این دشمنا قصدن این کار را میکنه، تو را توهین میکنه. قرآن توهین نمیشه، اسلام هیچ وقت ذلیل نمیشه. اسلام الله عزیز پیدا کرده. یک توده مردم، یک گروه مردم الله ظاهرین علی الحق تا روز قیامت نگاه میکنه. علم برداری همین کتاب و همین نظام آسمانی است. نمیتونه با سوختاندن دو موتر، کانتینرها، بستن تمام مطبعه ها قرآن از سینه مردم بیرون بکنه. اینا نمیتونه و میدونن که با این چیز ما ضرری به اسلام رسانده نمیتونیم، اما عملی را انجام میده در خانه تو، در دسترخوان تو، در فرش تو، در بستره تو که تو را رسوا میسازه. او جناب سردمدارا یک کمی به هوش بیایه، بفهمه که مردم چرا این کار میکنه. 1000 مرتبه بمبارد صورت میگیره، آخرین کلماتی که وا به مردم ملت پیش میکنه میگه اشتباه شده، عذری زبانی را پیش میکنه. چطور گپ است؟ ما کدام گپ قبول بکنیم؟ امروزم بهانه جور میکنه. عسکر جدید از امریکا آمده، آشنایی به این فرهنگ افغانستان نداره، او این کار میکنه. شما چی تصور داری؟ شاید یک تعداد چاپلوسا، یک تعداد مردمای غرب زده، یک تعداد مردمایی که از نعوذ بالله از چیزای از استفاده میکنه، امی گپ وزن بده، امی گپ به مردم بیان کنه، در رادیو نشر شوه، در تلویزیون گفته شوه، مردم فریب بده که بله اشتباه است، عسکری جدید کرده. ولی ای مسلمان، ای هوشمند و عاقل، تو بدان آیا یک فرد باقی مانده که بدانه که قرآن به نزد مسلمان ها چه احترامی داره؟ آیا با سوختاندن یک نسخه قرآن کریم که در امریکا میشه، جهان حتی ادنا فرد کافر آگاه میشه که قرآن کدام کتاب برای مسلمان است؟ عسکری خودی امریکا آگاه نمیشه؟ او حالت مشاهده نکرده؟ او تظاهرات در تلویزیون ها ندیدن؟ این که مرده میشه. تأسف است، بسیار جای تأسف است. و جناب تا که خود آرام بگیریم و بگویم بله اشتباهات صورت گرفته. امروز مردم بیچاره و مظلوم ما به خاطر تظاهرات برآمده، جنابای محترمی که خود مسلمان میگیره تفنگ در سینه از واد دور داده و را شهید میکنه. این آدم هم دعوای اسلام بداره، این آدم هم میگه که ما محبت با قرآن دارم، این آدم هم با سبا امین ملا اینا ملا در جنازه همچو آدم
و میگه که این اسقاطی از این قرآن مانده شوه که دفع شوه گناه های ازی. ببینی برادرها، این حالت است، این حالت است. تو مسلمان و سینه برادر مسلمانت تا فنگ تدار میدی و او را شهید میسازی. به خاطر چی؟ به خاطر که برای دفاع از حقوق قرآن آوازت بلند میکنی.